آیت الله آقای وحید خراسانی، این مرجع بزرگوار تقلید، جمله زیبایی داشت. ایشون میفرمود که ببینید تو زیارت امام رضا میگیم، تو یکی از زیارتاش السلام علی الامام الرؤوف، به امام رضا میگیم امام رؤوف. اولا امام رؤوف گفتن به امام رضا، با اینکه همه ائمه رؤوفن، چه خصوصیتی داره که به این امام میگیم امام رؤوف؟ اینو شاگردان علامه طباطبایی ازشون سوال کردن. علامه طباطبایی فرمود به خاطر اینکه رأفت امام رضا حسیه، خیلی زود میرسه، خیلی زود میبینی، رأفتش بالحسه. اون وقت آیت الله آقای وحید خراسانی ایشون میفرمودن که امام رضا دو تا رأفت داره، دو تا رحمت داره، مثل وجود مقدس پروردگار عالم که یه رحمت رحمانیه داره که همه رو فرا گرفته، یه رحمت رحیمیه داره که فقط برای بعضی از مهمون خصوصیای حضرته. اون رحمت رحمانیش که همه رو فرا گرفته، ببینید چیه که حتی مأمون اومد پیش امام رضا، مأمون اومد پیش امام رضا گفت آقا من یه فرزندی میخوام داشته باشم از یکی از این کنیزان، از اون میخوام فرزند داشته باشم، فرزنددار نمیشم. امام رضا علیه السلام فرمود تلدو، تلدو یعنی به دنیا خواهد آورد، تلدو، که مدتی نگذشت، همون یک سالی که به هر حال این بچه تو بغل مأمون بود و خدمت حضرت رضا بود. این رحمت رحمانیه امام رضاست که همه رو گرفته، حتی شامل دشمنش هم میشه. اما امام رضا یه رحمت رحیمیه داره که رفقاش رو میگیره. این رو آقای وحید میفرمودن از یکی از افرادی که تو همین حرم مطهر دفنه، اگه تونستید قبرش رو پیدا بکنید.